بسم الله الرحمن الرحیم. 3 مرحله شد. انابت کردی، ترک ضد و عناد کردی، در ترجمه آمدی، موحد شدی. پس که رفتی هیاهوی شروع شده در مقابلت. خدا وصل کردی نه؟ که وصل کردی ضرورت به استقامت داری. کو بگردان خدا، از این گوش بشنو، از این گوش برایا. که وابی گفت بگو بیا که دهنکی تا بوسه کنم، الله برات اجر بده. یک دفعه دیگه هم بگو، یک دفعه دیگه هم بگو منسوب به سوی وهاب. من خیلی آدمی چی شدم؟ بگو الهی شدم. منسوب به سوی الله. وهاب صفتی کیست؟ الله هست. خفه نشوی. باز 4 مرتبه جنجالا خیلی زیاد شد. اینقدر جنجال است که پرسان نکو. جنجالا چی میکنه؟ آدم پخته میسازه. چی میسازه؟ چی میسازه؟ پخته. این مرحله 4 است، آخری مرحله کمال انسان است. نقطه آخری و قله آخری کمالات انسان نمیسته. ایره ربط القلب میگه. چی میگه؟ دل دیگه بسته میشه سری توحید الله، گره میشه، گره. که مردم میایه که تهدید میکنه تا، که بندی خانه برات باز میکنه، که میزنه تا، که لط میکنه تا، تو میگی ربی الله احد چیخ میزنی. میکشم تا بکش. ما شاهد صحنه های هستیم که به قاضی امیطور میگه قاضی چرا این قدر سوال و جواب دور دراز میکنی؟ فیصله کو ده حقم که چی شوم؟ اعدام شوم. اینطور مردم پیدا میشه. این ربط القلب میگه. ربط چی میگه؟ قلب میگه. صحابه در دیگ جوشانده شده توحید اعلا کرده. صحابه سمیه و یاسر اردوش زن و شوهر است، در شطرا بسته شده توحید ترک کرده. صحابه کدام؟ میاییم این ربط القلب میگه. سوره کهف بکشه، سوره کهف بکشه که اصحاب کهف حالاتش بیان کنیم. کدام مردم بودن؟ چی امتیاز داشتن که الله اینقدر توصیفی از یار در قرآن خود کرده رایسته؟ یا مقلد بودن یا غیر مقلد. سوره کهف آیت 13. نحن نقص علیک، الله متعال میفرماید میگه ما بیان میکنیم بالای توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبأهم، سخن یا قصه داستان اصحاب کهف، بالحق، مطابق واقع. چیزی را بیان میکنیم که حقیقت داشته باشه، امور خیالی نباشه، خود ساخته نباشه، که حقیقت نداشته باشه. کدام مردم بودن؟ یا انهم فتیتون، یا جوانا بودن. جوانا بودن. الله متعال از جوانا مطالبه میکنه. خب پیر صاحبا خود تیر شده، سالا دست پیر صاحب بوسه کرده، آلی که برش میگی نارواست، میگه مرا وابی جور میکنه. تو را میگه جوان. انهم فتیتون آمنو بربهم، یا جوانانی بودن که آمنو بربهم، ایمان به رب خود آوردن، ایمان به طاغوت به پاچا ترک کردن، اول نابت کردن، تقلید نکردن. قوم برآمده در میله، در میدان، مثل که ما و شما روزای جشن داشتیم، در یک جای جمع می شدن، رسم گذشت توی گپا می شد. این همین قسم مراسم مذهبی بود. قوم جمع شده، کسی آتش پرستش میکنه، کسی مهتابه، کسی آفتابه. جوانای با فکر، با اندیشه، دنبال رو نه. جوانایی بگوی ذهن افروخته، در گرفته، شعله فکرش در حالت افروختن است. یا فکر میکنه که چیزایی را، یا عبادت میکنه چی نفع داره و چی ضرر داره، یا خود قابل پرستش نیست. از جماعت یک نفر جدا میشه، در دشت مردم مراسم انجام میده، یک دانه درخت تو طرف موجود است، یک جوان در زیر درخت میره، 2 3 4 5 6 7 جوان، هر کدامش در زیر درخت رفته، لیکن هیچ گپ ظاهر نمیکنه. چی گپ است؟ یکیش گفت او برادرها، یک انگیزه ما و شما را وادار ساخته که از مجموعه مردم جدا شدیم. چی انگیزه است؟ من خود انگیزه خدا بیان میکنم، انگیزه خدا ای جوان بیان میکنه. گفتم این عملی که قومی ما انجام میده خلاف عقل است، خلاف نقل است، وجدان نمیپذیره. از او خاطر امی عمل، امی کردار قطعا خوشی من آمد اینجا آمدم. ششی دیگه چی میگه؟
الله تر خیر بده، امی هدفی ما، امی انگیزه را ما هم داریم. خوب ما هم داریم. بیایی که 7 نفر شدیم دیگه، عالی. چی کنیم؟ این ملت خود گمراهی و تاریکی قرار داره، ما چی تدابیر بگیریم؟ شروع میکنیم عبادت از یک الله بکار است، ذاتی که دنیا را پیدا کرده ای بکار است، نه ای که ما دنبال روی مردم باشیم. بچه‌ای هستند که کمی تحصیل یافته است، بچه‌های وزیرا و رئیسا است، چشمشان باز شده، این طرف و طرف رفت و آمد کرده، یک کم کم در ذهنشان خطور کرده که رب این چیزایی که یا پرستش میکنه این رب شده نمیتونه. آلی که 7 نفر شد جماعت شدن، آلی میگه دعوت آلی باید ما ترک نکنیم وگرنه گناهگار میشیم. شروع به دعوت، شروع شد دعوت، رفت درباری پادشاه شیطانی رسید که اینجا 7 تانه جوان است برادر، تمام روز اینجا در مسجد طاقتی مردم جار و جنجال داره، میگه این زیارتی چیز نمیتونه، اولیاء الله عاجز هستند، بندگان نیک الله است، توحید الله فرض است، اینی کارا را کرده رویسته. الله متعال در نقش قدمی از ما و شما را هم بگردانه ان شاء الله. جواناست نه امی کارا را در منطقه و معاشره تان میکنی یا نمیکنیم؟ دعوت میکنیم که مردکه حنفی و شافی و بگوی مالکی و حنبلی را بگذار، محمدی شو. کی شو؟ محمدی شو. دین رسول الله را ما کم بگی. و امی توصیه 4 امام هم است. امی توصیه کیست؟ و امی امام هم محمدی بودن یعنی کدام شق دیگه محمدی بودن. شیطانی میرسه. شیطانی رسید یا نرسید؟ شیطانی میرسه. یک ملا پیدا شده مردم اینطور دعوت میده. کجا دعوت میده؟ سلفیت. از ما سوال میکنه سلفیستی؟ ما گفتم بله. ولی معنای سلفی کدام است؟ دل طایفه نه، یعنی عقیده ما، عمل ما به منهج سلف است، فهمم به فهم سلف. گفت نه در 4 مذهب چیستی؟ ما گفتم در مذهب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام اعظم، بزرگترین امام، کسی را که انبیاء علیهم السلام هم امامت داده. کی را امامت داده؟ انبیاء علیهم السلام. نه ما 4 مذهب میگم. ما گفتم 4 مذهب قبول دارم، آن چیزی که موافق کتاب الله و سنت رسول الله. خود دیگه گپیش همینجا میمونم، دیگه را بیان نمیکنم. صحیح؟ خب این قدرش بیان میکنم. میگه امام اعظم رحمت الله علیه قدر خدمت کرده، دینی قدر کجو پیش داره که پرسان نکو. این امام اعظم رحمه الله برای ما دین آسان ساخته. سعی کو آب کی نباشه تیمم برای ما روا کرده. این ډوډۍ خور تالی را نمیفهمید که تیمم الله روا کرده امام اعظم. این حال شما فیصله کنید که امام اعظم در معاشره ما کدام حیثیت داره؟ حیثیت الله را یا حیثیت یک عالمه؟ مردم حیثیت الله برش داده، حیثیت الله برش داده. این در مستوای بزرگ دولت این گپ شده. خب حال دیگه بیا که یک نفر همیشه نفهمه که روا کننده تیمم کیست. خب الله چی میگه؟ انهم فتیه آمنوا بربهم، یا انابت کردن، تقلید کرکرانه نکردن، در قلبشان جا دادن که این عبادت قابل عبادت نیست، عبادت از یک الله میشه. وصل کردن خدا، آمنو وصل است، مرتبه وصل است. و زدناهم هدا، وقتی که وصل شد الله میگه ما هدایت زیاد کردیم، استقامت نصیب کردیم برش. بعد از چی چل شد؟ بعد از استقامت و ربطنا علی قلوبهم، ما کم بستیم عقیده توحید الله را به دلهای ازیا که آلی به انبور بکنی و دور نشوه. کی کار شد؟ از قامو در آن وقتی که استاده شدن، فقالو در پیش پاچا راپور رفت، پاچا طلب کرد، جوانا استاد شد پیش پاچا، چی بگویه؟ عمل خود پنهان کنه؟ نه، عقیده توحید پنهان نمیشه. ملا صاحبی ما که ابلیس لعین یک دلیل مزخرف برش جور کرده، میگه از حکمت کار میگیرم، از حکمت کار میگیرم. نگو ډوډۍ خور، حکمت نگو، مداهنت بگو، مداهنت بگو، تابع مردم. عقیده پنهان نمیشه. 7 نفر است در درباری پاچا استاد است، خو لیکن اینجا ربط القلب حاصل شده. چی حاصل شده؟ ربط القلب. از قامو، زمانی که استاد شدن، فقالو گفتن در مقابل تمام نظریات، مفکوره، کلی نظام پاچایی، ربنا رب السماوات والارض، پروردگاری ما پروردگاری کیست؟ آسمان ها و زمین است. پاچا خود کلان میکرد که حالی بگوید که ربی ما توستی.
حالی برش میشنوه که رب آسمان ها و زمین است. بعد از او چی میگه؟ حالی گپ گم نمیمانه. گپ لوله پوله نمیکنه، گم نمیمانه. صراحت در کدام نقطه که اختلاف صراحت میکنه. لن ندعو من دونه الها غیر از الله. کسی را ما نه عبادت میکنیم، نه آواز میدیم، نه در مشکلات خود برش صدا میزنیم. لقد قلنا، یقینا گفته باشیم، اگه این کار کرده باشیم، اذن شتتا، گپی خلاف عقل گفته باشیم. صراحت اعلان کردن یا از ایمان میشه یا از بگوی بزدلی. ایمان میشه، شجاعت پیدا کرده، ایمان در قلبا بسته شده، ترس نداره که این نظام طاغوت است، مرا میگیره در جل مندازه، مرا میگیره بگوی آلی دستی بندی میکنه میکشه مرا. گپ حق هر جای بری خود چی داره؟ بگوی هیبت داره. چی داره؟ به الله قسم هیبت داره. موسی علیه السلام که سخن میگفت، امو فرعونی که عجیب پاچایی داره، پیشابش جر 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 میرفت و تر حق بیان شود. اگر واقعا سر دینت بودی یقین به الله بکنه، آوازتان بمی اتم است. آوازتان چیست؟ بمی اتم است. این بچه آلی پاچا باید می دست یار ادام میکرد. ترسید بیچارگک، لرزه گرفته بود. چه وقت داد برش؟ چی داد؟ وقت داد که بره تا اینمی وقت پس بگردید دینیتان و اگر نماندنیتان نیستیم. یا آمدن ما بین خود مشوره کردن چی کنیم؟ حالی میتونیم؟ گفت نه، الله متعال تا اینمی موقع را ما را مکلف به دادن دعوت مکلف کرده بود. حالی چون جان ما و ایمان ما در خطر است، نشوه جان شیرین شوه در وقت تعذیب، در وقت شکنجه، نعوذ بالله دین بگذاریم جان بر ما شیرین شوه. از او خاطر ما باید به دین خود فرار کنیم. در حدیث رسول الله میاد اینطور زمان میاد که یک نفر به دین خود فرار میکنه و بیخی ریشه یک درخت بگه محکم میگیره، در کوها میروه. اینطور زمان سر ما و شما آمده رویست. زندگی کرده نمیتونید در مجمع، در اجتماع، غیر از فساد و بیدینی و شرک دیگه چیزا نمیبینی. به دین خود فرار کردن. در کجا فرار کردن؟ در غار. از او خاطر را چی میگه؟ اصحاب کهف میگه. خب آلی پاچا چی میگه؟ شما افدانه جوانکا تسیکو یا کلشان از عربستان چی میشه؟ انگیزه گرفته به خارجی ها کار میکنه، تو سر چشما را میکشه. همین گپا را میگه ها این قوم هسته که این کلی قوم شما را چی میگه روزه؟ این کلی قوم گمراست یا کلش مشرک است. همینطور میگه نمیکنه، نه چشما را میکشه. این بابا و اجدادتون گمراه تیر شده. یا چی جواب داره برشان؟ جوانا هاولای قومنا، این همی قومی ماست که بچهش میسر میبینه که بچه چیزا سجده میکنه. ربی خود چی را گرفته؟ اتخذوا من دونی، جور کردن گرفتن به غیر از الله آلهتا معبودارا. حالی که گرفت البته حق باشه و برادر، حق وقتی میشه که سند داشته باشه. یک سخن یک کار زمان حق میگرده که سند و دلیل داشته باشه. چی میگه برشان؟ لولا یاتون، چرا وردن نمیکنه علیهم بالای عبادت امی معبودای خود به سلطان بین، به یک دلیل واضح، به یک دلیل واضح. لولا یاتون علیهم به سلطان بین، این قوما کی کارا را میکنه؟ بیاره یک دلیل واضح. نه یک دلیل واضح بیاره کی رواست یا ناروا. صحیح که پدرم بود لیکن پدرم مرا کتکت به بندی بگوی آقا صاحب. صحیح که مادرم بود خو خورده قبر سرم میخورد، خاک سرم میخورد. پدرم بود در گردنم تا دین روز توته زیارت تمیم انصار بود. پدرم خوب بود، سند بیارنه. فمن ازظلم، کیست خیلی ظالم، ممن ازو کسی که افترا جور میکنه علی الله، بالای الله متعال، کذبات دروغه یا نازدانه است. چی میگه؟ این زمانتی اطفال کرده، ای از زمی سبیان است، ای از زردی است. کدام دلیل؟ کدام سند؟ خشتی خوجه مسافر است، گشتم دیگه گزیده نمیتونه. رسول الله را در نماز گشتم میگزه. او مرتبه رسول الله بالا شدی از خوجه مسافر. خوجه مسافر حتی خشتش که در کدام جای باشه دو خانه گشتم میگه داخل شده نمیتونه. ها؟ تو مقام پیغمبر بالا کردی از خوجه مسافره. رسول الله را در نماز میگزه.
عجیب است. چی تصور، چی عقیده. لولا یاتون بسلطان بین. چرا آوردن نمیتونه به یک دلیل واضح؟ دیاره دلیل داری؟ اینطور زیارت هم هسته که او خود گفته که فلانی مرض شما را گرفت، در کاپیسا بری همین طور است، از کاپیسا اینجا کسی باشه، کسی که این مرض مبتلا شد پیش ما نامد، خدا ملامت کنه، خونش در گردنش و به جانش. زیارت گردی غوث عجیب است. اینی عقاید است در معاشره ما. این برای شما متوجه سه جوانا. او جوانا به اندازه توان خود دعوت دادن، خود زمان دعوتت بس کردن که بالکل دستشان گرفته شد، دیگه توان نداشتن. خب بازم تسلیم به طاغوت نشده، با دین خود فرار کرده در مغاره. تون به دینت فرار بکن به مغاره. ما امروز در مغاره فرار نمی کنیم، در جایی که اختلاط است، در جایی که فساد است میریم داخل میشیم. باز پسان سوال میکنیم مولوی صاحب این وظیفه را گرفتیم چطور است؟ تو نمیفهمی، همیشه عقل نداری که وظیفه را نمیفهمی. آسان گپ است. اوی در آسیای کفار میریزه یا در آسیای مسلمان؟ کدامش میریزه؟ پیرداری کی را میکنی؟ نصرت کی را میکنی؟ همین قدر نمیفهمی. میایی از ما سوال میکنی، باز بلندگوی تم زدی در تلفن سوال میکنه دوره کار. دین به دینت فرار بکن. در روز قیامت فتوای مولوی متوکل تو را به الله قسم اگر نجات داده بتانه. تو مکلف هستی. فتوای متوکل یک انسان است، گاهی خطا فتوا میده گاهی ثواب. تو خودت بیندیش، سرنوشت داری، عاقبت داری، انجام داری، جنت و دوزخ داری، ایمان داری، اسلام داری. تو نمیفهمی اینقدر گپاره؟ میفهمی؟ فمن اظلم ممن افترا، کس خیلی ظالم است کسی که جور میکنه علی الله، بالای الله تعالی کذبا دروغه، میگه ای ضمانت کننده ای مرض است، ای طور است، نعوذ بالله، این نازدانه است. باز چی میگن؟ ما خو از اولیا نمیخوایم، اولیا را وسیله قرار میدیم. بکش دلیلی وسیله قرار دادنت نه؟ تو خود دلیل پیش کن. سلطان بیانه اصحاب کهف در کدام مرتبه رسیده بود؟ ربط القلب. اولین امتیاز اصحاب کهف ترک تقلید بود، دنبال رب قوم و بابا و اجداد نشدن. از قوه تفکر خود کار گرفتن، از عقل کار گرفتن، از اندیشه کار گرفتن، رسم غلطی بابا و اجداد خود کنار ماندن، دنبال چی؟ بگه حقیقت جویی شدن. ما و شما را چی شده؟ ما که پیشتر گفتم که صحابه ایمانشان ربط القلب است. حجرات آیت 7 وعلموا بدانه ان فیکم رسول الله، در بین شما پیغمبر الله متعال است. لو یطیعکم، اگر اطاعت شما را بکنه، گپای شما را بپذیره، فی کثیر من الامر، در بسیاری کارا، هر کس هر سخن گفته رایست پیغمبرم تابعداری از او را کرده بره، لعنتم، شما در مشقت و تکلیف میفته. لیکن الله شما را اینطور نکرد که هر کس رای علیده به پیغمبر پیش کنه و از او طرف از هر کله بگه هر هوای برایه. الله صحابه را طور منقاد تابعدار، گبگوش، با ادب. الله اکبر. ولكن الله حبب الیکم الایمان، لیکن الله متعال محبوب ساخته بود برای شما ایمان. از همه چیز که در ایمانتان پیشتان محبوب بود. ایمان محبوب بود یا جانشان؟ ایمان محبوب بود یا اولادشان یا مالشان؟ هیچ چیزی دیگری محبوب نبود پیششان، ایمان محبوب بود. ما براتون گفتم در دیگ جوشانده شد، در اسپا و شترا بسته شد، گشتن از دین خود، از عقیده خود. ابو سفیان که هرقل پرسان میکرد، گفت کسایی که گرویده عقیده رسول الله شده کدامی پیدا شده که او قدر ترک کرده باشه؟ ابو سفیان سرسخترین دشمن در او زمان در مقابل رسول الله بود، لیکن دروغ گفته نمیتونست. سند پیش تانست که یک نفر بازگشته از دین، نگشته از دین. باز چه الله میگه؟ و زینه فی قلوبکم، ایرا مزین ساخته. ایمان واره مزین چیز در قلب صحابه دیگه چیز نبود. این عقیده واره مزین چیز در قلب ما باید دیگه چیز نباشه. اگر پدر مرا قطعی سیاسرم از خانه میکشه بکشه، رزق مرا کی میده؟ جای مرا کی میده؟ سرزمین الله واسه نیست؟
ما چرا بترسم از تهدید پدر و بگم که پدر نمیماند؟ نماند. ما عمل به سنت رسول الله میکنیم، لنگای ما در لرزه است. در این قدر کثرت، در این قدر چرا شهامت از دست میدیم؟ دین ما محبوب بر ما باشه، از همه چیز کرده. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. الله متعال منفور گردانید کفر برایتان، والفسوق نافرمانی از اطاعت چی؟ فسق فجور، کارای بدکاری را، والعصیان نافرمانی را. در قلب شما این چیز خیلی منفور بود. صحابه یک عمل ادنا خلاف الاولا را انجام میدادن، بسیار خفه می بودن، بسیار خفه و خسته. ما بگوی گناه ها میکنیم به اندازه بالی پشه برای ما معلوم نمیشه. در حدیث بی طور میآید پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شما در زمانی قرار داره که ادناترین خردترین گناه به پیش به نظرتان چیست؟ بسیار بزرگ است، کوواری میشماره. اینطور زمان برسه که کوواری گناه برابری پشه برش معلوم میشه. امروز سود میخوره لیکن میگه والا مولی سه من دیگه سر کار ندارم، ماموریش هستم، کامپیوتر فقط حساب و کتابش جمع خرج دارم. مولایش باز چی میگه؟ مولی سه من امامت درشان میکنم. این دوڑی خور چی رقم امامت میکنی؟ یه عظیم گناه را به اندازه بالی پشه اطاعت غیبت مسلمانان و مجاهدین کردن، اطاعت طاغوتا را کردن، این برش آسان گپ است. اولئک هم الراشدون. این مردم ها چی بودن؟ راهیاب بودن. اینیا ربط القلب حاصل شده بود که قطعا تاریخ ثابت کرده نمیتونه کسی مرتد شده باشه ولی مسلمانی واقعی باشه. ایمان در قلبشان جا گرفته بود. پس این 4 مرتبه را انابت، وصول، استقامت و ربط القلب، این توسط چیست؟ کسبی است، در اختیار ما و شماست. توسط چی حاصل میشه؟ کتابی کی؟ الله. تا که با کتاب الله سر کار نداشته باشیم ربط القلب نمیآید. اگر میخوای که جوانایی که هیچ چشم حراس از هیچ نظام طاغوتی دنیا نداشته باشه، رابطه با کی داشته باشه؟ با کتاب الله. الله ما را از کتاب الله دور نسازه و مثل صحابه واره در میدان مبارزه و استقامت الله ما را پایدار نگاه بکنه.